عباس عراقچی. توافق در دسترسه. اگر دیپلماسی برنده بشه. ایران موشک مافوق صوت ضد ناو از چین میخره. و روسیه. حمله به ایران، ایجاد جنگ چند جبهه‌ای. سلام دوستان. امروز 6 اسفند 44 وضعیت خاورمیانه روی لبه تیغ قرار داره. تهدید جنگ پابرجاست در حالی که مذاکرات ژنو پنجشنبه برگزار میشه و همه منتظرن ببینن دیپلماسی برنده میشه یا موشک‌ها حرف میزنن. 3 خبر مهم امروز اومده که میتونه همه چیز رو تغییر بده. بریم سراغشون. عراقچی در ایکس نوشت: ما فرصت تاریخی داریم تا به یک توافق بی سابقه برسیم که نگرانی‌های دو طرف رو برطرف کنه و منافع مشترک رو تأمین کنه. این توافق کاملاً در دسترسه، اما فقط در صورتی که دیپلماسی اولویت باشه. عراقچی تاکید کرد ایران تحت هیچ شرایطی دنبال سلاح هسته‌ای نیست، ولی حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو هم واگذار نمی‌کنه. این حرف‌ها درست 2 روز قبل از دور سوم مذاکرات غیر مستقیم یا مستقیم کوتاه در ژنو زده شده. بعضی تحلیلگران میگن این لحن مثبت یعنی ایران واقعاً میخواد توافق کنه، اما شرط اصلیش اینه که تهدید نظامی آمریکا کنار گذاشته بشه. ترامپ هم گفته دیپلماسی رو ترجیح میده، ولی همه گزینه‌ها روی میز هست. سوال بزرگ: آیا پنجشنبه تو ژنو بالاخره توافق میشه یا این آخرین فرصت دیپلماسیه؟ خبر دوم، بمب واقعی امروز. گزارش انحصاری رویترز. ایران در آستانه نهایی کردن خرید موشک‌های ضد کشتی مافوق صوت CM302 از چین هست. این موشک‌ها برد حدود 290 کیلومتر، 180 مایل، سرعت مافوق صوت بالای 2 ماخ، پرواز خیلی پایین روی سطح دریا، سخت‌ترین موشک برای رادار و دفاع هوایی کشتی‌ها. اساساً نسخه صادراتی موشک معروف YJ-12 چین. مذاکرات 2 سال پیش شروع شده، اما بعد از حملات مشترک آمریکا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن 2025 سرعت گرفته. تحلیلگران میگن اگر این قرارداد بسته بشه، یک گیم چنجر کامل تو معادلات خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. چین رسما گفته بیخبره، واکنش استاندارد، ولی اگر واقعاً بفروشه یعنی جدی پشت ایران وای میسته. سومین خبر، روسیه دوباره هشدار جدی داد. مقامات مسکو گفتن حمله نظامی به ایران میتونه منجر به رویارویی چند جبهه‌ای بشه و تنش رو به سطح بی‌سابقه‌ای برسونه. یادمون باشه چند روز پیش رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه تو دریای عمان برگزار شد. اخیراً گزارش شده که ایران 500 سامانه پدافندی وربا از روسیه خریده. روسیه ایران رو متحد استراتژیک خودش در برابر فشار آمریکا میبینه. پیام روسیه واضحه. اگر آمریکا حمله کنه، ممکنه فقط به ایران محدود نشه و این دقیقاً چیزیه که همه ازش میترسن. یک درگیری منطقه‌ای که به سرعت جهانی بشه. خب دوستان، خلاصه امروز. ایران میگه فرصت تاریخی برای توافق داریم، ولی همزمان داره موشک‌های کشنده ضد ناو از چین میخره و روسیه هم پشتش وایساده. فضا خیلی متشنجه. پنجشنبه تو ژنو چی میشه؟ توافق یا تشدید تنش؟ نظر شما چیه؟ تو کامنت ها بنویسید. فکر میکنید جنگ میشه یا دیپلماسی برنده میشه؟ لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو بزنید تا از آخرین اخبار مطلع بشید. ممنون که همراه بودید. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.